سلام بچه، خوش اومدین به این ویدیوی. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. اومدیم با یک ویدیوی سعی کن نخندی. نظراتتون، کامنت ها، لایک ها، همه اگه بره بالا ویدیومون بیشتر میشه. حتما نظراتتون رو بنویسید، حمایت کنید. بریم برای ادامه. به نام نامی یزدان، به نام نامی یزدان تو را من برگزیدم، تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان، از میان این همه خوبان، برای زیستن با تو، برای زیستن با تو وفادار تو خواهم ماند، وفادار تو خواهم ماند. در هر لحظه و هر جای، در هر لحظه و هر جا. پذیرا میشوی آیا؟ پذیرا میشوی آیا؟ واقعا منو بهترین دوست حساب میکنی؟ عمو 100% شک نکن. آخ جونم داداش، جان اومد. منم برای همین خوب میخونم دیگه. تمام محله میگن هی بخون. میام محله ها کاشکی که لک لک دوست شه با اردک نباشن این دستا برکنی. حالا بازی شادی پیس 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 تو معرفی کن. پورنگم دیگه. امیر آخه من فکرم از این موضوع ناراحتی. خوشبخت. متشکرم. دست نمیدی؟ نه، اینجا ایرانه. اینجا باید پا بده. مگه قسمت نمیشه اینگار مرای تو بمیرم مرای آخرین بار دست تو را بگیرم. و هفته بعد از اون 14 خرداد که مصادف است با رحلت جانگداز امام امت خمینی. چی گفتم مردا نمیتونن آشپزی کنن؟ این تخته یه چاقو رو برمیدارم باهاش سیب زمینی ها رو بریز در این حالت خلالی میکنم. مایتابه رو برمیدارم میذارمش رو اجاق تا گرم شه. روغن لادن میریزمش تو مایتابه تا داغ شه و جوش بیاد. حالا خیلی آروم سیب زمینی ها رو میریزم توش. بعد که خونه رو آتیش زدم میرم پیش مامانم تا غذا بخورم. من یه عکاس خیابونی هستم. از استایلتون خیلی خوشم اومده. میتونم چند تا عکس ازتون بگیرم؟ نمیدونم. خواهش میکنم تو رو خدا. بس چه کردم از دول بندی در این دریا، در این دریا. اول انقلاب از هر 100 تا نوزادی که به دنیا میومد حدود 150 تاش در سال اول تولد میمرد. بابا نکشین گند مزخرفات، اینا قاطی داره. نه اینا رو میکشی بعد میشینی هزیون میگی پاشو. خیر باشه. اوهدی هستم. چطور میتونم کمکتون کنم؟ ببخشید اوهدی شما زنگ زدم. کوچولو پدر مادر هستن، میشه بده بهشون؟ پدر مادرم نیستم. میخواستم به اونا زنگ بزنم. پس اومدن زنگ بزن باز من با پدر مادر صحبت بکنم. خب من شماره‌تون یادم نمیتونه بمونه. همین شماره‌ای که زنگ زدی. خیلی خب خداحافظ. خداحافظ. سلام وقتتون بخیر. اوهدی هستم. چطور میتونم کمکتون کنم؟ اوهدی منم. بفرمایید. مامان و بابا نیستم ولی مامان بزرگم هست. گوشیو بده مادر بزرگت پس. ولی ترکی حرف میزنه.
فارسی نمیتونه حرف بزنه؟ نه نمیتونه فقط کنه. پس مادر پدرت اومدن میتونستن صحبت بکنن فارسی، تو زنگ بزن من صحبت کنم باهاشون. باشه خداحافظ. خداحافظ. من اومدم خونه استاد. نه اینجا دیگه خونه ی توست و نه من استاده. خب بچه ها اگر لایک ها و کامنتاتون بره بالا و اگر نظرتون بگین تعریف کنین بگین مثلا این ویدیو خوبه، قول میدم مردونه پارت 2 شو براتون بذارم. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، ازمون حمایت کنین ممنون میشم و مراقب خودتون باشین تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.